با سلام خدمت دوستای عزیز. در این برنامه در یکی از دکان‌های آرایشگری که افغانا مربوط افغانا می باشه و کار میکنن میریم صحبت می داشته باشیم و چگونگی کارشان و بازار کار آرایشگری در کانادا به چه شکل است موضوعات باشون صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستم تا آخر ما را ببینید باشین. میریم به دکان بچهای افغان. آمدیم در دکان برادرای افغان در کانادا. سلام علیکم جناب رئیس صاحب. صحتتون مبارک. صحتتون خوب است؟ خیریت است؟ ان شاء الله که به تایم اومده باشین. صحتتون خوب است؟ زنده باشین. تشکر. چی کنیم؟ شروع کنیم بخیر خدمتتون. قربانتون با اجازهتون سه. خوب هستین جناب بخیر؟ ان شاء الله سلامتی زنده باشین. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، جواد محمدی هستم. باربرشاپ دارم در کانادا استان آنتاریو. چطور است که مشتریای مختلف کلی مردمای کانادایی هر رقم مردم تو شما باید بیاره که اینجا ولی دیگه اینجا کار ما دیگه یک کار است که مولتی کالچر از دفته کانادایی ها. آدمی هر رقم آدم سفید سیاه دیگه کانادایی افغان هندی هر رقم مشتری ما داریم. چی گپا دیگه خیریتی هست ان شاء الله؟ شکر خداوند زنده باشید. نام خدا امسال زمستان هم دراز شد که در کانادا که هنوزم سهر دست شد مردم جمپر میپوشه و هفته و درک ندارم. بخیر دل ما را بخیر گرفته. یوا ما خدا مزار شریف در این وقت آیی صاحب در ماه سور دیگه مردم در چپریا و زیر سایه ها میشتن اوگوزی ها میرفتیم وقتی توت و غوره و اینی مسائل شده بود ولی اینجا هنوزم ما با سرما دست پنجه نرم. ولی من تقریبا آخرای 2016 یا اول 2017 آمدم کانادا دیگه بر مدت 1 سال در کمپانی کار کردم. بله. و در کمپانی حقیقتش راضی نبودم و تلاش کردم که در بغل کمپانی یک شغل دیگر را یاد بگیرم، یک کار کسبی باشه. گفتیم بیا همین کار آرایشگری رو شروع میکنیم. یک کمک تو شوقشان بود در ایران یگان وقتا تو رفیقا را یک چیز چی میگن یک دست به سرگوششان میکشیدیم. دست به قیچی میره. تقریبا بله. دیگه باز اینجا دیگه قسمت بود دیگه خدا خواسته گفتیم برو دمی کار خودم بندازیم هر چی که خیر ما باشه. دیگه تقریبا سال 2017 همزمان کمپانی هم کار میکردم و بعد از کمپانی برای چند ساعت روزانه کار آرایشگری شروع کردم. همی گفته خودتان شاگردی را در یکی از دکان‌های برادران ایرانی دمی دمتان گوف که بسیار بسیار یک آدم نیک است که هنوزم کس رفیق هستم. هنوزم سلام علیک داره میگن وقتا میرم پیشش. میخواید نامش بگیری از یک تشکری هم بکنید؟ بله آقا مصباح دوستان میشناسن همین افغانای همین شهر ما. از اینجا از طریق ویدیو دیگه تشکری ازشان میکنیم. ان شاء الله که هر جایی که هستن خوب و جور و صحتمند باشن. یک سال بدون پیسه کار میکنم. جارو بزن و دیگه کارهای شاگردی بدون پیسه. باز کم کم بعد از 1 سال که یاد گرفتم کم کم مثلا روز 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر اما تو پیش رفتیم تا که باز دستم روش شد. باز مکمل دیگه از کار کمپانی برآمدم و کار همین آرایشگری به طول یعنی به فول تایم دیگه ادامه دادم. در قسمت آمدن به باربرشاپ هر 3 هفته یا 4 هفته ما پیشنهاد میکنیم برای مشتریای ما و اینکه اگر اسکین فید باشه ما برشون میگیم هر 2 هفته تا 3 هفته و اگر کلاسیک هرکات بخواین یک موقع که بغلایشان اگر سیاه باشن او را 6 هفته تا 8 هفته میتونه. سن بالا بیشتر کلاسیک، سن پایین بیشتر فید، اسکین فید، تیپر فید و استایل های بسیار اما تو شارپ خوش دارم که اما تو شارپ باشن. 24 سال در افغانستان بودم، در ایران بودم دیگه. باز 24 سال من افغانستان کلا 40 روز دیدیم در کل زندگی. کلا افغانستان رو 40 روز دیدیم
و اینکه در اینجا من تقریبا 9 سال میشه که آمدیم، 9 سال است. کسایی که میخوان بیزینس باربرشاپ شروع کنن در کانادا، من براشون پیشنهاد میکنم اول تیم خود جور کنن، یک تیم خوب داشته باشن، حداقل 2 نفر 3 نفر یا 4 نفر باربر داشته باشن و با هم دیگه شروع کنن. باربرشاپ یک کار گروهی و جمعی است. ولد ایران یا افغانستان و کانادا نمیتونی بگویی کدامش خوب است، کدامش بد است، کدامش میخوایم، کدامش نمیخوایم. اگه بگویم که مثلا من فقط وطن میخوایم، اینجا نمیخوایم، خود شاید بینندگانتان بگوید چرا اینجا هستی، بخی برام اونجا. بله. Hi, how are you? Good, thanks. Sorry, just like a few minutes. Yeah. ابشر. من خودم بر من مثل یک میوه میمونه که فکر کن هر کدامش یک رنگ و بوی داره و یک طعم داره. افغانستان یک میوه است، ایران دیگه میوه است و کانادا هم دیگه میوه است. هر کدامش خوبیای خودش داره و یک سری چیزایی داره که مثلا سختیای خودش داره، مشکلات سختی خودش داره. این حال وطن اگه آرام باشه، اگه اقتصاد خوب باشه، اگه امنیت خوب باشه، اگر خیلی اگر باشه، خب بهترین جای دنیاست. چرا آدم یک چی میگن خدا در یک کشور غربت خود درگیر کنه. دیگر در اینجا خوبیای خودش هست، خب مگم از اون طرف سختیایش هم هست. هم سختی داره، هم خوبی داره. مگم در کل اگر چیزایی که در اینجا هسته در ایران یا افغانستان باشه، من خودم شخصا ایران و افغانستان رو ترجیح میدم بر کانادا. بر باربرشاپ در کانادا بر خودت نمیتونی تکیه کنی، فقط خودت بگی کار میکنم. اگر فقط خودت بگی من خودم تنها کار میکنم، در آخر سر از یک پیسه کارگرم که کمتر شاید جور کنی، به خاطر که خرجا و مصارفت بسیار بالاست. خرج شامل رنت مغازه میشه، کرایه دکان میشه و همین چیزایی که استفاده میکنید اینجا بسیار قیمت است و کلا مخارج بالاست. و هر چقدر تیم خوب داشته باشی، 4 نفر 5 نفر حداقل 2 نفر یا 3 نفر بهتر است، در آخرش یک چیز به خودت میمونه. ولی مشتری دیگه رقم داشتیم دیگه، مشتری بوده بعضی وقتا که چی میگن خراب گفته از او خراب کردیم، خب مگم با گفته ما خراب یعنی نشده، مگم خودش دوست نداشته یا با نگرفته یا هر چیزه، مگم ما امو قانون پروفشنالی باربرشاپ هم میسته که میگن کاستمر رایت، همیشه کاستمر حق با کاستمر است. باز دیگه یک دمی طول تقریبا 9 سال 8 سال که من دمی کار هستم، 8 سال تقریبا دیگه، شاید یک 2-3 دفعه پیش آمده که مشتری راضی نبوده و ما امو دقیقه رایت اوی برش میگیم خب خیلی ببخشی که راضی نیستی، خیلی امروز امی پیسه هرکات تانم میمان ماستین، یعنی برشان هرکات رایگان میتیم. کسایی که ژل مصرف میکنن بهتر همیست که با ژل نخوابن، قبل از خواب حتما سر خود بشورن، به خاطر که ژل مواد کمیکال خیلی بر موی ضرر داره و متاسف خدای نکرده میتونه که باعث تاسیشان شود. این کار است که یک مقدار شوق لازم داره، یعنی باید خودت بخوای. یعنی یاد میتم که نمیتونیم بگوییم یاد میتم، خودش یاد بگیره، اجازه بدی که خودش یاد بگیره. به خاطر در این کار کسی که میخواد یاد بگیره، همین که اینجا میشینه او خودش باید سعی کنه خودش یاد بگیره. من نمیتونم برای زود یاد بتم، او باید سعی سعی کنه، سوال کنه، اینجا رو چرا تو کردی، اونجا رو چرا تو کردی، اینجا رو چه قسم کنیم؟ به اصطلاح وطنی هم کار باید خودش دزدی کنه. ای خیلی ببینیم ما چوکی خالی داریم، میتونم اینجا کار شروع کنم. در شهرهای دیگه کانادا اگه باشه، اون اگه هر سوال چیزی داشته باشه راجع به همین باز کردن باربرشاپ و
سوالای حقوقیش، سوالای مثلا راجب لیسنسش، سوالهای راجب خود همین هزینه که باربرشاپ چی هزینه‌های داره که بتونی یک باربرشاپ باز کنی. ما در خدمتشان هستیم. از درآمد آرایشگر ببینید استاد عزیز، در اینجا خیلی سخت است که یک چیز دقیق، یک اماونت دقیق و بگویی، بخاطر که بسیار به خیلی چیزا بستگی داره، به کارت، به تیزی کارت، به دستت، بر مشتری. فکر کن که بعضیا یک رکات در 10 دقیقه خلاص میکنن، بعضیا شاید اون رکات در 40 دقیقه خلاص کنن. خنالی تاثیر میمونه روی درآمد، ولی به طور کلی درآمدش از کمپانی که بهتر است. از کمپانیایی که در کانادا هستن از یا که بهتر است. دیگه بین 1.5 برابر تا 2 برابر اگه خیلی خوب باشی تا 2 برابر کمپانی میتونید این کار درآمد داشته باشید. ما سرویس های ما مختلف است، از هرکات یا بیرد یا واش یا هر چیز دیگه یک مبلغ متفاوت است. ما برای هرکات $32 چارج میکنیم که در کانادا یک اما تو فرهنگ است که انعام میتن که معمولا مشتری ها بین $35 تا $40 میتن. و بر موی با ریش ما $58 چارج میکنیم که او را معمولا $65 $70 میتن. Bro, do you have like someone? No, that's one. Okay. یعنی پارتش که هست بسیار من دوست دارم. افتر شیوه که میزنی بیخی تازه میشی. افغانایی که مایل به بازگشایی باربرشاپ هستن در کانادا و میخواین که باربرشاپ باز کنن میتونن به ما تماس بگیرن و ما تا جایی که بتانیم راهنماییشان میکنیم و کمک چیزی اگر دست ما باشه ما خوشحال میشیم که بر افغانای خود دریغ نکنیم. دیگه اون شماره و چیزای ما هست، در خدمتتان هستیم. تشکر که در دکان خودتان میین و ساپورت میکنین از بیزنس های افغانای خودتان. زنده باد. تشکر ممنون. تشکر. بفرمایید. How are you, bro? Thank you so much for waiting. Sorry for that. تشکر استاد عزیز از اینکه تشریف آوردین و همین که ما را به تصویر میکشین و بیزنس های افغان کمک میکنین. جوان سپاس، بسیار بسیار زیاد تشکر. انشالله که خداوند خیرتان بده.